شهرام احدف با جداگی سفید و ابوبکر شرف باشد با جداگی کبود به میدان میبرند. باید برای شرف از منطقه سرخ وارد شدن به منطقه زرد حالا میفهمند. اکنون میان احد و شرف نبرد آغاز می شود. شرف بله اول دست گرفتن و بعدا حرکت کردن و برای او فاتح میفهماند. حالا کار ابوبکر را مربی خوب میبیند، اما هدف بسیار پهلوانی تجربه دار است که چندین مراتبه از مسابقه های مختلفی از این گرند اسلم ها نشان آورده است برای ازبکستان. برای هدف کم فعالیتش باید داور هدفی که پیش می رود، ولی اجرای اصول ها از جانب شرف است. او فرین شرف باید شیرانه مبارزه برد. جوان از پهلوان ما تازه با منتخب یکچین تاجیکستان پیوسته است در وزن زیر 73 کیلو. ما باور داریم که پهلوان ما می‌سبزد به قبل دیگر، اما شهرام ابوبکر 27 ساله پهلوان است که در قهرمانی جهان شرکت ورزیده است، اما نه این خب در ماسترز ها نشان نقره دارد، از گرند اسلم ها نشان طلا دارد و از گرند پری هم طلا دار است. اما این همه زمان گذشته است، حالی حاضر گوشتین چگونه است. باید ابوبکر که جوان و قابل و کاردان است باید مبارزه خوب برد با این رقیب تجربه دار است. خوب بود نبرد خوب بود. اولین شدایی که ما برای شهرام هدف گفته بودیم، حالا همون شدا را داور مرکز برای کمفعالی این پهلوان ازبک نشان میدهد. این شداست یک طرف گوشتین گرفتن برای ابوبکر. بله دست دیگر را باید از رقیب پنهان کرد. این حالت پیوسته نقصان تکنیکی کار ابوبکر و شهرام را کمی ناروشن میکند. خب ادامه نبرد میان شهرام و ابوبکر، یک شرف دیگر هدف. تاجیکستان و ازبکستان بسیار عالی رفته ایستاده است، هر دو یک شدایی دارند. پهلوان جوان ما بر مقابل تجربه دار رقیبش فقط این نباشد. خوب گوشتین میگیرند. حالا اثر نو در حالت کمیکت هدف مقابل ابوبکر شرف. ابوبکر کم فعال نباش که شده دیو را نشان میدهد. همین است. خب اکنون بعضا حالا توکل باید کرد. ابوبکر پرتاب‌های خوب دارد، باید اونها را نشان دهد. فالشاتک به کار نمی رود، اما باید نه حراسید. تجربه باید خوب باشد. در حقیقت تجربه نقش کلان دارد برای پهلوان. یا ابوبکری که حالا شیرانه گوشتین میگیرد، ولی با وجود این ببینید
баъзан ҳолат таҷрибаш ин кор оқибати нохуш дорад. сеюмин шуду хансоки макки аст. учиматае ки ҳолати асайко мебояд барои абубакр. кани панҷаи шерона абубакр. ҳоҷат барои фаҳмонда нест. ман фикр мекунам бинандаам суханони мураббиро мешунаванд ба хубӣ. фақат абубакр кор кардани абубакр шеров лозим аст. аммо дар ҷараёни набард сухан гуфтан ман аст. ҳар навбате ки таваққуф мешавад мураббӣ ҳуқуқ дорад барои сухан гуфтан. дар ҳолати ҷараён ман мефаҳмам эҳсосоти баланд аст ки барои фотел, вале қоида аст. голдонско ҳаҷме сухан тамом ва набард оғоз. ҳоло дар ҳолати кумиката росто мубориза мебаранд. абубакр бо ногуфтанӣ аст. бешарм. хуб дӯстони азиз, акнун меравем ба шарҳи набарди минбаъда.